واتساپ گایز، چطوری بچه‌ها؟ خوش اومدیم به یه ویدیوی دیگه. بیدار هستم. امروز یه سری توییت نابی آوردم واسه. بزنیم بریم سراغ ویدیو. قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو، لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. پیج منم این بالا میاد، بزنیم بریم. همیشه برام سوال بود کاربرد این جیب کوچیکه چیه؟ این من معمولا کلید میذارم توش، چون هم به گوشی خط نمیندازه، هم راحت پیداش میکنی دیگه رسیدی جلو در خونه. چی میگی؟ جای چیه واقعا؟ جا کاندومی میتونه باشه؟ نه داداش، جا کاندومی نمیتونه باشه. کاندومو باید بذاری توی کیف پولت، اون کنارش هست، جا داره اونجا. من که گل میذارم توش، مأمور گرفتم پیدا نکنه. تو کفشم میشه بذاری گلو؟ بو میگیره، بو پا میگیره. یه دونه ایرپاد، خب اگه یه دونه ایرپاد که یه دونه دیگه این ور جیبم باید میدوختن که مثبت باشم، ولی چیزی جز سیگار و کودکس به ذهنم نمیاد. کی تو چونت داره این گوهات؟ فقط این گوهات چی میخوری؟ کودکس جا نمیگیره تو. سیگار نمیشه ولی کودکس واقعا کودکس میشه تو این؟ نمیشه. نگاییدم. فندک، کاندوم، ناس چیه؟ فندک و کاندوم و ناس میتونی توش بذاری؟ آره به درد همینا میخوره فقط. فندک شاید. ناس چیه؟ نگاییدم. ناس نمیدونم چی بچه. یه کسی میدونه چیه بهم بگی تو کامنت. پک گلو میذارن اینجا تا ابد کسی به اینجا دست نمیزن یا به ذهنش نمیرسه. من یه بار رفتم بازداشت، همراهم این بود، کسی نفهمید. چی میگی؟ پک گل بذارید بچه، اون مال گله، چون این شلوارا اکثرا از آمریکا میاد. اینا کار آمریکا و اسرائیله. کارت ناموسن کارت نمیشه گذاشت، جا نمیشه. پشمام. این ساعت ها مال چیز بود، جلیقه میپوشیدی، بعد مثلا کنار شکمت یه دونه جیب داشت، اون تو میذاشتن. تا میشلی هم اون تو میذاشت. فندک، سکه. در زمان طراحی شلوار جین مردم اروپا برای حمل و نقل از تیکت یا همون بلیط استفاده میکردن. این طراحی جذاب جای همون تیکت هست و موندگار شده. جالب بود. پس جای تیکته همون بلیط. من همیشه آدامس خرسی میذاشتم توش. آدامس خرسی هم راستی شده 5 تومن آدامس خرسی. ما که ندیدیم. نه بی خیال ناموسن. من فلش میذارم داخلش. آره فلش هم خوبه. سکه دیگه کسی استفاده نمیکنه که. سکه آخه دیگه، سکه اصلا من نمیبینم. سکه دارید بچه‌ها 200 تومانی؟ انگشتر قطب نما جدی، ولی جای همینه فکر کنم. یه جا خوندم جای چای کیسه‌ای و قهوه. چای کیسه‌ای چرا باید بذاری همراهت بری بیرون؟ واقعا چرا باید چای کیسه‌ای بذاری همراهت بری بیرون؟ مثلا نسخ چایی شدی. جا کارتیه بابا، کارت جا نمیشه. بی خیال. فهمیدیم که اینجا میتونی فندک بذاری، میتونی سکه بذاری، میتونی کاندوم بذاری دیگه. گلم میتونی بذاری توی. و مراقب باشید خارش باتون رو اذیت نکنه. خب بچه‌ها این ویدیو هم تموم شد. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. اگه با این ویدیو حال کردید حتما لایک کنید، چنلمون رو سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش هم دوست داشتید بزنید. تا ویدیو بعد، خدا نگهدار.